ببخش. حالا بهنام احمدی ایونت 7 رده اسکیپ. هالتر رو بگید. هالتر 20 کیلویی، وزنه 20 کیلویی و وزنه 2.5 کیلویی. 20 کیلو 2.5 کیلو. هالتر 20 کیلو. جمع وزنه 65 کیلو. اینم بگو. وزنه 5 کیلویی. اینم هست. 5. هم بذار. ببینم برنامه که خب میذاریم دیگه تو برو. ده معلومه، این برم ده معلوم شه. نه آماده ای؟ بزنم؟ سعید بگو. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. عجله نکن. ببین هر کی سرعت آروم بری زانو به بعد سرعت بده. سر بالا. چک کن. بیا بالا. باریکلا. بده من. بنداز. بشین استراحت کن. بطیابش کو؟ بطیابشو بده. ماشاءالله. الان 5 کیلو سنگین‌تر شد. ببین منو فشار بده. بعد از همون زمین با فشار بلند شو زانو به بعد. ببین خودتو پرت کن بالا. هالتر رو بکش خودت پرت کن بالا. هالتر اومد بالا تو سریع بشین. سریع میشینی سریع دستت هم صرف کن. این سه تا نکته رو انجام بده. یک دقیقه و 15 ثانیه گذشت. 65 ثبت شد. خاصی 70 بزنی بگو. 35 40 شد. انشالله زدی بعد 2.5 میندازیم 75. هرچی کمر رو سفت بگیری بهتر میای بالا. باشو. فقط سرعت زیرگیری و دست محکم یادت نره. ماشاءالله. صفر. بگیر بیا بالا. باریکلا. باریکلا. ماشاءالله. هفتاد ثبت. 2 دقیقه و نصف تایم تازه رفت. ماشاءالله. همون سه تا نکته‌ای که گفتم محکم‌ترش کن. سرعت و زیرگیری سریع بشین. سریع دستتو محکم کن. شد 3 دقیقه. خیلی باید فشار بدی. باریکلا.
محکم. حاضر یه ذره ببر عقب. هر چی آرومتر بری سرعت بعدش باید بیشتر بشه. سینون سرم دلت نره خیلی بکش بالا. یه دقیقه نفته بایسته ببین بشین بایه بشین ببین ساعته سنگی‌تر تو باید سریع بشینی سریع بشین سریع صاف کن همین سریع بشین سریع رسید محکم کن 30 ثانیه بلند شو محکم ها 0 سرعت بده